امروز هم رژیم جمهوری اسلامی منافعی برای بعضی از قدرت‌ها داره. امروز جمهوری اسلامی در ایران وجود نداره. یک حکومت سپاهی و کودتایی در ایران وجود داره که از 10 سال پیش اومده. اون حکومت کودتایی آقای احمدی نژاد رو برد. پس ما باید بشینیم تا این معادلات تغییر پیدا کنه. نه، و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. من گفتم معادلات تغییر کنه. ما هر دفعه وارد یک فازی میشیم که این رژیم به خطر میفته، میخواد سقوط کنه، یک نفر میاد یک پروژه میاره، دوباره ما 10 سال میریم به عقب. همینجوری که اگه فراموش نکنید آقای خاتمی نبود که ایران را عوض کرد. خداداد عزیزی یک گل در ملبورن زد، یک بینگ بنگ، یک انفجار عظیم ملی در ایران رخ داد، اسلامیسم رفت، ایرانیت اومد، بلافاصله رژیم احساس کرد داره بازی از دستش خارج میشه، یک سید خندان رو گذاشت با سر کار. 10 سال شما رو رنگ کردن که رفرمیستا و اصلاح طلبها آمدن خارج از کشور، همه شدن خاتمی چی، همه شدن خاتمی چی. به تدریج این به اصطلاح اگر قرار بود براندازی بشه همه چیز جا اندازی شد. چرا نمیخواید قبول کنید هر دفعه ما به یک، چرا در اون زمان توجه کنید تمام کشورها ایران رو رها کرده بودن و رفته بودن، یادتونه سفیران بعد از دادگاه میکنیس چرا نیفتاد؟